سورة التکاثر مکیه 8 آیت است، قبل از هجرت نازل شده. بسم الله آغاز میکنیم به نام اللهی که انسان را خبر داد، از غفلت بیرون کرد. الرحمن، اللهی که بالای مؤمن به ایمان حشر و نشر رحمت کرده. الرحیم، اللهی که نهایت با رحم است، نعمتای آخرت را برای مؤمنان داده. الهاکم التکاثر، اصل قصه است. دنیای عرب یک قسمت از زندگی را برای مفاخرت تر میکردن، فخر به نسب، فخر به مال، شمارش میکردن که از کی بیشتر است. سرانجام بر قسمن در قهرمانای زنده کمبودی میکردن تا قبرستان ها را هم شمار میکردن. یک معنا. دوم معنا، هلاکت جمعآوری مال. انسانی که همیشه پی جمعآوری مال مصروف است، وی تا زمانی که سرش در کفن پیچ میخوره به قبرستان میره هم میل جمع کردن مال دارد. الله فرمود الهاکم التکاثر، مصروف ساخت شما را جمعآوری مال. الهاکم التکاثر، هلاک کرد شما را افتخار مال، افتخار اولاد، همه را مصروف ساخت از روز تکان دهنده، از روز قیامت مصروف ساخت. حتی زرتم المقابر، حتی که زیارت کردین شما قبرها را، یعنی به دو معنایی که اشاره کردم، یا مرده ها را شمار کردین یا سرتان به کفن رفت. کلا، نباید به دنیا مصروف می شدی. سوف تعلمون، زود است که میدانی مشکل را در وقت مردن و قبر و قیامت. ثم کلا، بازم این عقیده مصروفیت ها به جمع مال غلط. سوف تعلمون، زود است که میدانی در قبر و قیامت. کلا، باز هم غلط. فکر و اندیشه جمع مال. لو تعلمون علم الیقین، اگر شما بدانین به علم بدون شک. لترون الجحیم، هر آینه میبینین جهنم را از دور. ثم لترونها عین الیقین، بعد از آن میبینین جهنم را به چشم سر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بعد همه سوال کرده میشوید امروز از نعمتهای پروردگار که در دنیا برای شما داده شده بود.